به نام خدا سلام، وقتتون بخیر باشه بینندگان عزیز، همراهان همیشگی آنتن. امیدوارم هر جا هستید حالتون خوب باشه. من سهراب امینی هستم، گزارشگر این بازی و شما عزیزان بیننده سوپر کلاسیکو بین تیم‌های آرژانتین و برزیل از آنتن هستید. یه پاس خوب به سمت چپ، حرکت به تیم آرژانتین، تییاگو آلمادا. ببینیم تو این بازی چه میکنه. پاس عالی و فرستا فرصت به تیم آرژانتین و گل توی دروازه. یه گل زودهنگام، خیلی زودهنگام. خولیان آلوارز دروازه رو باز میکنه. آرژانتینی که صعودش قطعی شده به جام جهانی تابستون آینده خیلی زود برزیلو دل کیشو مات میکنه. خیلی راحت، خیلی مسلط و خونسرد از خط دفاعی عبور کردن و خولیان آلوارز بهترین گزینه در غیاب مسی موفق میشه دروازه رو باز کنه. با هم دیگه ببینیم چقدر خوب و سریع کار آغاز کرده. اوتامندی که در بازی رفت گل زده بود، پاس داد. دیپاول اینجا توپ رو فرستاد به سمت چپ، خیلی راحت و بدون دردسر به گل رسیدن آرژانتینیا. حساب کار 1-0 میشه. فرار فوق‌العاده از خولیان آلوارز، 12مین گل ملیش رو به چه تیمی تو چه بازی میزنه. آرژانتینی که تا قبل از اینکه به گل دوم میتونن برسن یا نه، آلوارز پشت محوطه جریمه سمت راست، مولینا میتونه شوتم بزنه، پاس میده به جلو و گل دوم. گل دوم انزو فرناندز دروازه رو باز میکنه. اختلاف خیلی زود به عدد 2 رسید. دقیقه 13 هنوز نرسیدیم که این نتیجه رو شاهد هستید بر سوپر کلاسیکو. یه گل عالیه دیگه از آرژانتینی، حسرت وینیسیوس جونیور. آرژانتینی که داره این بازی رو تاریخی میبره از تیم برزیل. با هم ببینیم این حرکت بازیکن آرژانتین بود. توپ رو خیلی راحت آوردن تا پشت محوطه، به سمت راست پاس دادن. اصلا آفساید نیست. شاید خیلی فکر میکنن که نهایتا VAR دخالت کنه، آفسایدی چیزی بگیره، ولی آخ چه بلایی سر موریلو بیارن. دومی اشتباه منجر به گلش شده. این حرکتش، توپ افتاد صاف جلو پای انزو فرناندز تا یکی از مهمترین گل‌های عمر خودش رو تو این بازی بزرگ بزنه. یه پاس فرصت برای تیم آرژانتین، آلوارز واسه عالی، فرصت برای گل بعدی هست. این ضربه که فرستاده شد به دهانه دروازه، چیکار داشت میکرد گیلرمو آرانا؟ داشت پاس گل میداد مستقیما و رسما از بازیکن مقابلش ببره و از این نظر بهترین بازیکن زمین بود. نیکولاس تالیافیکو. رومرو یه لحظه اشتباه، فرصت برای تیم برزیل، این ضربه و گل تو دروازه. ماتوس کونیا اختلافو به حداقل میرسونه. چه بازی شده. حالا اختلاف خیلی کم میشه و بازی 2-1 میشه به نفع آرژانتین. اشتباه مسلم از کریستیان رومرو، سری هم تکون میده. ماتوس کونیا به فرم خوب خودش تو این فصل داره ادامه میده. خیلی دیگه دست کم گرفتن. مگه بچه بازیه اینجوری توپ رو از دست داد؟ ماتوس کونیا گرفت و نهایت استفاده رو برد. حساب کار 2-1 میشه به نفع آلبی سلسته. خیلی خوب زد ضربه رو، فوتبالیشو داره پشت سر میذاره سمت راست. مولینا یه سانت روی دروازه و بنتو توپ رو گرفت. آرژانتینیا یه حرکتی هم دارن انجام میدن سمت چپ، سانت روی دروازه کسی نبود. حالا از راه میرسه دیپاول، یه سانت دیگه روی دروازه. این بار دیگه موریلو سوتی نمیده. پشت محوطه جریمه، فرصت برای تییاگو آلمادا. این ضربه رو زد و توپو از زیر طاق دروازه بیرون کشید. توی 2 بازی متوالی 2 تا گل استثنایی به 2 تا تیم بزرگ بزنه تییاگو آلمادا. بازی قبل مقابل اوروگوئه و حالا اینجا با این ضربه‌ای که زد در مقابل برزیل. این سانتی که خیلی جالب نیست، برخورد میکنه به پای بازیکن برزیل. انزو یه سانت روی دروازه، این ضربه و گل سوم. گل سوم الکسیس مکالیستر خیلی خوب زد ضربه رو و حساب کار 3-1 کرد.
آرژانتین دوباره تو این بازی اختلاف به عدد 2 میرسونه. چه خروج بدی کرد بنتو، مدافعان که مثل همیشه غافل و خواب بودن. آرژانتین 3 برزیل 1. چه بازی قشنگی رو شاهد هستیم. پرگل، جذاب، دیدنی با گل‌های جالب توجه. با هم ببینیم این سانتی که فرستاده شد. آلمادا برد به سمت راست. انزو این بار پاس گل داد. چقدر خروج بنتو بد بود. یه گل و یه پاس گل تو این بازی برای انزو فرناندز. یه اشاره شیک، یه اشاره دقیق حساب کارو 3-1 کرد. ضربه رو زد. از تماشای سوپر کلاسیکو به دعوا هم که شروع شد. مثل همیشه پربرخورد، خشن و همراه با خط و نشون. یه صحنه عادی رو در بازی تیم‌های آرژانتین و برزیل شاهد هستید. دیپاول هم که استاد جنگ‌های روانی ماتوس کونیا رو ببینید که چجوری داره تو صورت دیپاول کری میخونه و باش بحث و جدل داره. انزو داره با رافینیا صحبت میکنه. بعدش تالیافیکو بدون اینکه حواسش باشه کارو دنبال کرد. با این نتیجه که رقم خورده و با نتایج بازی همزمان، برزیل داره به رتبه 5 سقوط میکنه. فرصت برای آرژانتین و توپی که گل نمیشه. خولیان آلوارز، بازیکنی که در نیمه اول با یک ضربه تونسته بود یک گل بزنه. با هم ببینیم این حرکت آرژانتینیا بود. بازم یه اشتباه دیگه از توی مدافعان برزیل و توپی که از زیر طاق دروازه بیرون کشید. خیلی به موقع رسید بنتو کریپسکی و توپ رو اینجوری به کورنر فرستاد. ضربه باید زده بشه. یه واسه خوب جلو، فرصت برای گل بعدی آرژانتین. بازم خولیان آلوارز. نهایتا با باخت 4-2 مقابل بارسا تموم شد. پنالتی 2 ضرب رو مقابل رئال مادرید زد و دیپاول سمت راست. آلمادا پاس میده پشت محوطه جریمه. طرفدارا رو داره نشون میده کارگردان تلویزیونی. با هم ببینیم این ضربه از پشت محوطه تیم آرژانتین. خود آلمادا رفته وارد محوطه جریمه هم شده. این ضربه از تییاگو آلمادا بسیار خوب از دیپاول به سمت چپ. این کنترل 2 نفر رو جا گذاشت و این ضربه رو به بیرون زد. بزیرم سریع آغاز کردن آرژانتینیا سمت راست. میتونن خطری رو ایجاد کنن. سانتری دروازه. این ضربه سر گل نشد. تالیافیکو شاید آخرین گزینه هر طرفدار آرژانتین برای گلزنی تو این بازی به شمار بره، ولی تو این صحنه نزدیک بود گلشو بزنه. خوبم بزنه. با هم ببینیم چه پاسایی میده، چه سانتری میکنه این انزو فرناندز. این ضربه سر بازی بود. ضربه خواهد رافینیا میزنه ضربه رو و توپ به این نفر میخوره و آروم میگیره تو آغوش امی مارتینز. دفاع تیم از هم گسیخته و ضعیف بوده تو این مسابقه. وینی توپو جلو میندازه. فرصت برای تیم برزیل. سانتش خوب نیست. وینیسیوس جونیور سمت راست. رافینیا حرکتی رو شروع کرده. خودش فرستاد به جلو. فرصت برای تیم برزیل. از راه میرسه امی مارتینز و توپا رو میگیره. درسته توپا رو مکالیسته. یک حرکت برای تیم آرژانتین پشت محوطه جریمه سمت راست. این سانتی که فرستاده میشه روی دروازه و اونجا برزیلیا توپو به بنتو میسپرن. بولیوی ولی خب تو این بازی عالی کار کرده. یه حرکت دیگه، پاس به دهانه دروازه، کسی نبود ضربه نهایی رو بزنه ولی هست. چه کسی هم گل میزنه. جولیانو سیمئونه. حساب کار 4-1 میشه. چه بلایی سر برزیل داره میاره آلبی سلسته. چه گلی زد. از کجا اومد اصلا جولیانو سیمئونه؟ توپ داشت میرفت بیرون، یه زاویه تنگ، یه نقطه کور ضربه رو زد. اختلاف به عدد 3 میرسه. تصویر
لیونل مسی رو هم شاهد بودیم توی بوینس آیرس. چه گلی زد و چه تعویض طلایی. با هم دیگه ببینیم اینجا این ضربه رو از کجا زد. نمیدونیم چی بگیم واقعا فقط میتونم بگم دست دیگو سیمونه درد نکنه با این پسری که بزرگ کرده و بارش آورده. این ضربه فوق‌العاده به زیر طاق دروازه میره. یه حرکت دیگه بازم آرژانتین داره حمله میکنه، دست بردار نیستن تا نابود نکنه حریف خودشون رو. سمت راست دیپاول، حیف که این پاسه در شرایط آفساید میرسید. اگرم پاس رو دریافت میکرد هم تیمیش. مدینا قراره که وارد میدون بشه. خود رافینیا ضربه مستقیم میذاره به سمت دروازه، به تیر دروازه خورد. عجب ضربه ای زد رافینیا. مارتینز داره حسابی طرفدار رو تهییج میکنه. چه شوتی بود. گل میشد حداقل یه انتقام شخصی میتونست بگیره از آرژانتینیا. تیمش یه حرکت دیگه سمت چپ، جولیانو سیمونه پاس فرستاد، کنترل نچندان جالب، پاس به عقب، یه ضربه از راه دور. باید ببینیم این ضربه‌ای بود که زد و نهایتاً به بیرون رفت. یه گل و یه پاس گل تو این فصل در سری آ به همراه روم داشته. بنتو عجب پاس بعدی رو داد، یه ضربه دیدنی از راه دور، رودریگو دیپاول. با هم ببینیم این پاس بسیار ضعیف از بنتو. این ضربه که زده شد و نمیدونم به تیر خورد یا نه. این تصویر بهمون نشون میده که همه نگاه به داور هست. و اینجا تو این لحظه سود پایان این بازی استعداد در میاد شاگردان لیونل اسکاری در شب درخشش رودریگو دیپاول و همه بازیکنان آرژانتین موفق میشن از روی تیم ملی برزیل رد بشن و 4-1 سوپر کلاسیکو رو در یک شب به یاد ماندنی با پیروزی پشت سر بذارن. صعودشون هم که قطعی شد قبل از بازی این اتفاق رقم خورد و اونا تونستن یه شب خاطر انگیز رو رقم بزنن. امیدوارم که شما بینندگان عزیز که از طریق آنترین بازی رو دیدید تا ساعت 5:28 صبح با ما همراه بودید